این یک یادداشت ساده نیست. یه اعترافه. یه اعتراف از دل یه ماجرای عجیب. هر بار که به عقب نگاه میکنم حس میکنم دارم به گذشته‌ای زل میزنم که هنوز زنده است. هنوز نفس میکشه و هنوز منو میشناسه. من محمدم، صاحب یه نونوایی کوچیک در یکی از محله‌های قدیمی شهر. نونوایی من مثل خیلی از مغازه‌های قدیمی شب‌ها یه جور سکوت سنگین داشت. اون سکوت سنگین، شعله تنور و نور زرد کمرنگ لامپ‌ها، همش برای من عادی شده بود. اما از حدود 1 سال پیش شب‌ها دیگه عادی نبود. اولش با بوی عجیب شروع شد. عطری که هیچ وقت نفهمیدم از کجاست. نه مثل بوی سوختگی، نه مثل بوی مرگ. چیزی میان هر دو. هر وقت خمیر رو آروم ورز میدادم و میذاشتم داخل لگن، حس میکردم کسی داره از پشت سر نگاه میکنه. اول فکر میکردم از خستگیه، چون شبا 3 ساعت میخوابیدم و روزا مشتری و گرمای تنور تموم توانم رو گرفته بود. تا اون شب که یه صدایی شنیدم. باور کن هنوز وقتی یاد اون شب میافتم همه موهای بدنم سیخ میشه. صدای آروم و ضعیف، مثل صدای زنی که از ته یه چای عمیق صحبت کنه. رفتم دنبال صدا. هیچ کس نبود. فکر کردم خیالاتی شدم، ولی 3 شب بعد دوباره همون صدا رو شنیدم که میگفت محمد تنور رو خاموش نکن، من سردمه. از شدت ترس قلبم داشت از جا در می اومد و بدنم مثل بید می لرزید. چند هفته بعد سایه‌های عجیب روی دیوار و شیشه مغازه می دیدم. دیگه مطمئن بودم که فقط صدا نیست. شبا وقتی در حال تمیز کردن مغازه بودم یه سایه روی شیشه بخار گرفته نونوایی ظاهر می شد. به شکل یه زن با موهای بلند، ولی فقط سایه بود، بدون هیچ جزئیات دیگه‌ای. وقتی نزدیکتر می شدم سایه سریع ناپدید می شد. یه شب طاقت نیاوردم و از پشت شیشه رفتم بیرون تا صدایی با خنده از پشت سرم بلند شد. گفت محمد چرا دنبالم میای؟ من همیشه پیشتم. سریع برگشتم داخل، ولی هیچ کس نبود. دیگه شب و خوابم نمی برد، تا اینکه یه شب حین ورز دادن خمیر اونو دیدم. نه سایه بود، نه خیالاتی شده بودم. زنی جوان با موهای سیاه و بلند، پوستی سفید و بیرو و چشماش مثل 2 تا لکه سیاه کش اومده که انگار تهش هیچ زندگی نبود. اما با لبخندی گرم گفت نه ترس محمد، من بهت آسیبی نمیزنم. گفتم تو کی هستی؟ لحظه ای سرشو کج کرد، درست مثل بچه‌ای که میخواد معصوم به نظر برسه. گفت من زهرام، سالهاست نگات میکنم. از وقتی بچه بودی و کنار پدرت چاتری میکردی. از شدت ترس چند قدم عقب رفتم و پرسیدم تو چی هستی؟ لبخندش عمیق‌تر شد و گفت من جنن، ولی نه اون چیزی که تو تصور میکنی. من سالهاست عاشقت شدم محمد. قلبم فرو ریخت. عاشق؟ عاشق من؟ گفتم برو، لطفاً برو. نگاهش تاریک شد، صداش لرزید و با عصبانیت گفت تو نمیتونی به من بگی چی کار کنم. من سالهاست دارم با تو زندگی میکنم. اون شب اولین بار بود که وجودش رو باور کردم. از فردای اون شب زندگیم کم کم داشت خراب میشد. مشتریام یکی یکی کم شدن. نمیدونم چرا، اما مردم میگفتن نونوایی من بوی بد میده. همون بویی که من از ماها قبل حس کرده بودم. شبها همش کابوس میدیدم و همون دختر جن با صدای آروم در گوشم میگفت محمد تو مال منی، هر کی نزدیکت بشه از بین میبرمش. همسایه ها میگفتن شبها از مغازه صدای زن میاد. من قسم میخوردم که تنها هستم، ولی کسی حرف منو باور نمیکرد. یه شب زهرا ظاهر نشد. فکر کردم شاید رفته، اما نیمه شب صدای زجه زنانه از پشت تنور اومد. رفتم ببینم، دیدم موهای بلند از داخل تنور بیرون زده. فکر کردم سوخته. میخواستم بکشمش بیرون که ناگهان دستش از شعله‌ها بیرون زد و مچمو گرفت. فریاد زدم، اما دستش سرد بود نه داغ. بیرون کشیدمش. تموم تنور خاموش شد. زهرا روبروی من ایستاد، صحیح و سالم. با لبخند گفت دیدی؟ حتی آتیش هم نمیتونه منو بکشه. بعد صورتم رو گرفت. تو نمیتونی از من فرار کنی محمد.
هر کاری کنی باز برمیگردم. اون شب نشستم وسط نونوایی و گریه کردم. بهش گفتم چی از من میخوای؟ در گوشم زمزمه کرد فقط کنارم باشی. ولی نمیتونستم. نمیخواستم. رفتم پیش یه پیرمرد دهانویس. وقتی فهمید موضوع چیه فقط یه جمله گفت: پسر تو نه نفرین شدی نه طلسم. اون عاشقت شده. جن عاشق از هر طلسمی خطرناکتره. گفتم چی کار کنم؟ گفت تنها یه کار. باید بهش بگی که نمیخوایش. اما جلوی خودش با صدای بلند. گفتم همینو 100 بار گفتم. پیرمرد گفت این بار فرق داره. باید روبروش محکم بدون ترس بگی. اگه قبول کنه میره، وگرنه اگه قبول نکنه چی میشه؟ گفت برو دعا کن قبول کنه جوون، وگرنه هم خودشو نابود میکنه و هم تو رو. همون شب رفتم مغازه و در نونوایی رو بستم. تنور روشن بود. نور زرد روی دیوارا میلرزید. زهرا ظاهر شد. آرومتر از همیشه گفت باز گریه کردی؟ گفتم زهرا من یه آدمم. من از تو میترسم. نمیتونم. نمیخوام. تو زندگیمو نابود کردی. چشماش خوش شد. تنش لرزید. گفتم برو. برو. من تو رو نمیخوام. لحظه‌ای به من خیره موند. بعد لبخند زد. ولی این بار لبخندش دندون نداشت. لبهاش کش اومد. پوست صورتش ترک خورد. چشماش از حدقه بیرون زد و صداش عوض شد. دیگه خبری از اون زن جوون نبود. با صدای ناله کنان گفت پس من چیکار کنم محمد؟ من به خاطر تو از دنیای خودم رانده شدم. تو تنها کسی بودی که خواستم. اومد سمتم. تنور پشت سرم بود. از شدت حرارت تنور داشتم میسوختم. زهرا گفت اگه مال من نشی مال هیچ کس نمیشی. به عقب رفتم. پام به لبه تنور گرفت. داشتم میافتادم داخل که منو گرفت. فقط نگاه کرد. چیزی در چهره‌اش شکست. گفت باشه. اگه منو نمیخوای میرم. ولی محمد یادت باشه من عاشقت بودم. باد سردی از کنار گوشم گذشت. چراغا خاموش شدن و زهرا رفت. برای همیشه. صدایی که قرار نبود برگرده. فکر میکردم با رفتنش دیگه همه چیز تموم شده و میتونم برگردم به زندگی عادیم. 1 سال گذشت. همه چی داشت خوب میشد. مشتریام دوباره زیاد شدن. یه شاگردم گرفته بودم. کم کم داشتم اون جریان رو فراموش میکردم تا اینکه یه شب درست وقتی تنور خاموش شد خواستم کلید برق نونوایی رو بزنم. صدایی از پشت سرم شنیدم. همون صدای زنانه، ولی این بار آرامتر، پخته‌تر، خطرناکتر. گفت محمد من برگشتم. خشکم زد. نچرخیدم. جرأتشو نداشتم. صدای قدم ها. نه، اون صدای قدم نبود. انگار چیزی روی زمین سر میخورد. بدنم لرزید. فقط تونستم بگم تو که رفتی چرا دوباره برگشتی؟ صدای خنده‌ای آروم اومد. من همیشه بودم. فقط دیده نمیشدم. چشامو بستم. ولی نفسشو پشت گوشم احساس کردم. با لحنی آروم گفت تو منو پس زدی. اما من که نرفتم. فقط صبر کردم تو دوباره منو بخوای. گفتم من هیچ وقت. حرفم رو برید. دروغ نگو محمد. وقتی توی خواب اسممو میگی میشنوم. قلبم ایستاد. نفس کشیدنش عمیق‌تر شد. همون لحظه علی که تازه به شاگردی گرفته بودمش برگشت داخل نونوایی تا موبایلش رو برداره. دره که باز کرد زهرا ناپدید شد. اما علی انگار حضورش رو حس کرده بود، چون همینطور که گوشی رو از روی میز برداشته بود ایستاد و گفت اوستا اینجا کسی هست؟ گفتم نه. برو خونه پسر، دیر وقته. اما علی جلو اومد. هوا رو بو کشید. چهرهش سفید شد. اوستا این بوی زن. اینجا یه چیزی هست. من مطمئنم. ناگهان علی به شدت به عقب پرت شد. انگار کسی با تمام وجود هلش داد. افتاد روی زمین. تقلا کرد. من داد زدم زهرا نه نکن. صدای خنده او در کل نونوایی پیچید و گفت من گفتم هیچ کس نباید نزدیکت شه. پس چرا گذاشتی این پسر بچه اینقدر بهت نزدیک بشه؟ علی داشت خفه میشد. دستهای نامرئی دور گردنشو گرفته بود. من به دیوار موی زدم. با فریاد گفتم ولش کن. اون بچه گناهی نداره. کاری میخوای کنی با من بکن. فشار از روی گردن علی برداشته شد. علی سرفه کنان بلند شد. پاهاش میلرزید. خودش هم گیج شده بود. فقط با ترس گفت
اوستا من دیگه اینجا نمیمونم و رفت. زهرا آروم در گوشم گفت دیگه نذار کسی نزدیکت شه. نمیخوام اذیتش کنم ولی اگه مجبورم کنی. چند شب بعد زهرا برای اولین بار مثل یک انسان عادی روی صندلی نونوایی نشست. چشماش این بار سیاهی کمتری داشت. گفت میخوای بدونی چرا عاشقت شدم؟ گفتم نه ولی بگو. لبخندی زد. یه لبخند دردناک، شبیه کسی که زخم قدیمی رو تحمل میکنه. گفت چند سال پیش من یه انسان بودم. زنی جوان زیبا که مردم روستا به خاطر چیزهایی که نمیدونستن سوزوندنش و به هم تهمت جادوگری زدن. نفسش لرزید و گفت محمد تو اولین انسانی هستی که نگاهت مثل نگاه اون آدمو نبود. تو با مهربونی با آدمو نگاه میکنی. به من نزدیک شد و گفت من عاشق اون نگاهت شدم. عاشق دستات وقتی خمیر رو ورز میدی. عاشق صبرت. عاشق بوی تنت. عاشق بوی نون تازه‌ای که همیشه دورته. سکوت کرد. بعد آرامتر زمزمه کرد محمد من نمیخوام تو هم عاشقم باشی. فقط میخوام کنار تو باشم. همین. برای یه لحظه، فقط یه لحظه حس کردم دردش واقعیه. ولی بعد یادم افتاد اون چه کارایی کرده. چه چیزایی ازش دیدم. گفتم زهرا نمیتونم با تو باشم. من ازت میترسم. میفهمی؟ اون نگاهش رو پایین انداخت. برای اولین بار شبیه یک انسان صدای شکستن قلبش رو شنیدم. بعد از اون شب رفتارش تغییر کرد. دیگه عصبانی نمیشد. دیگه تهدید نمیکرد. اما همیشه پا به پای من میومد. صبحها وقتی آرد رو روی میز میریختم میدیدم انگار نسیم آرومی از کنارم رد میشه. شبا صدای قدماش پشت سرم بود. گاهی ظرف آب بدون دست خوردن تکان میخورد. گاهی وقتی خسته میشدم حس میکردم کسی دستش رو روی شونه‌هام گذاشته. انگار میخواست خوب باشه. انگار میخواست ثابت کنه میتونه آروم باشه. اما یه شب همه چیز دوباره عوض شد. یه مشتری خانم هر روز میومد نون تازه بگیره. یه روز گفت آقا محمد دستات خیلی هنرمنده. آدم از نونات سیر نمیشه. من فقط لبخند زدم. هیچ چیز خاصی نبود. اما زهرا از همه چیز خبر داشت. اون شب وقتی آخرین نون رو داخل سبد میذاشتم هوای مغازه یهو سرد شد. صداش از همه طرف میومد. اون زنو چرا نگاه کردی؟ گفتم نگاه نکردم. مشتری بود. دروغ میگی. دیدم. چرا لبخند زدی؟ گفتم چون آدم باید به مشتریاش احترام بذاره. صدای شلاق مانندی در هوا پیچید. چیزی به دیوار خورد. ظرف آرد شکست. چراغ‌ها سوسو زدن. محمد من دارم سعی میکنم آدم خوبی باشم. تو چرا سختش میکنی؟ گفتم تو اشتباه میکنی. من هیچ کاری نکردم. اما دیگه فایده ای نداشت. اون دوباره همون موجود تاریک شده بود. چشماش تو چای بی انتها شد و گفت پس بذار اون زن دیگه هیچ وقت نتونه بهت لبخند بزنه. داد زدم نه زهرا نه. اما اون رفته بود. به سمت خانه اون زن رفت. من سریع راه افتادم ولی دیر رسیدم. اون زن آسیبی ندید. فقط از یک حادثه عجیب جان سالم به در برده بود. سقف اتاقش ناگهان شکسته بود. هیچ کس علتش رو نفهمید. اما من میدونستم. زهرا هشدار داده بود. وقتی برگشتم نونوایی اون وسط مغازه ایستاده بود. ساکت و بی حرکت. گفت من نمیخوام به کسی صدمه بزنم ولی اگه مجبورم کنی تو حق انتخاب داری. یا تنها باشی یا با من. پرسیدم یعنی چی؟ گفت یعنی اگه کسی رو به خودت نزدیک کنی مجبورم همه رو ازت دور کنم تا وقتی که فقط من برات بمونم. امروز درست همین امروز وقتی داشتم تنور رو گرم می‌کردم روی شیشه بخار گرفته نونوایی جمله‌ای نوشته شد محمد من برای همیشه اینجام. من ننوشته بودم. هیچ کس ننوشته بود. نه سایه نه باد. کار خودش بود. اون هیچ وقت واقعا نرفته بود. هیچ وقت قرار نبود بره. چون یه جن عاشق و نمیشه فراریش بدی، نمیشه شکستش بدی و نه فراموشش کنی. فقط میتونی بهش عادت کنی. نظرتون راجع به عشق بی پایان جن عاشق چیست؟ آیا این عشق والاتر از عشق انسانی است؟ نظرتون رو برام کامنت کنید.